سلام و سال نو 2018 مبارک. درود و خدا کند که در این سال نو میلادی به هر خواسته خود برسید و با رادیوی آزادی باشید. واقعا سپاسگزاریم که 12 ماه سال 2017 ما را تنها نگذاشتید، خبرهای ما را هر روز هفته تماشا کردید. شروع میکنیم از رویدادهایی که به اندیشه بسیاری ها مهمترین تحولات تاجیکستان بودند. نشستن رستم امام علی فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان به کرسی محمد سعید عبیدالله در 12مین روز سال 2017 یکی از تحولات مهم سال بود. بعد 19 سال کار در مقام رئیس شهر دوشنبه روز 12 ینور، این سیاستمدار با نفوذ با قرار امام علی رحمان از مقامش سبکدوش شد، ولی رئیس مجلس ملی ماند که مقام دوم در دولت تاجیکستان است. در سیاست خارجی تاجیکستان تحولاتی که از سال 2017 در یاد میماند، سرد شدن رابطه ها با ایران یکی از شریکان دیرینه کشور بود. دولت تاجیکستان با نشر یک فیلم مستند ایران را به حمایت از تروریسم و پشتیبانی از ژنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد، اتهام جدی که ایران رد میکند. سال 2017 را در تاجیکستان سال تنظیم هم نامیدند، چون در ماه آگوست این سال قانون بحث برانگیز تنظیم رسم و عنعنه‌های ملی را اصلاح کردند و بر اساس آن دستور دادند که زنان هنگام مراسم ودا بلند نوحه نکشند و از پس تابوت میت ندوند، دستوری که به مطبوعات زیادی خارجی هم راه یافت. سال 2017 در تاجیکستان همچنین نام رجبی در خاطر ماند، نام نوعروسی که بنابر طعنه و ملامت شوهرش بعد 40 روز ازدواج سرکا خورد و خودکشی کرد. ظفر پیروف ساکن 24 ساله نوحیواسه که رجبی 18 ساله را نادختر گفته طعنه میکرد، برای به خودکشی رسانیدن عروسش به 7 سال زندان محکوم شد. داستان غم‌انگیز رجبی در بسیاری از مطبوعات خارجی نشر شد. عملکرد دیگری که نام تاجیکستان را به بسیاری از رسانه‌های خارجی از جمله واشنگتن پست برد و سبب نکوهش و انتقاد حکومت شد، تهیه فهرست همجنسگرایان بود. ماه اکتبر آشکار شد که وزارت کارهای داخلی فهرست 370 همجنسگرا را تهیه کرده است، چون به گفته وزارت آنها یک گروه آسیب‌پذیر جامعه هستند. سال 2017 سال قدم گذاشتن تاجیکستان به بازار یوربان ها شد و هیاهوی را هم در رسانه‌های معتبر اقتصادی جهان برانگیخت. در این سال حکومت در حجم 500 میلیون دلار یوربان فروخت تا ساختمان نیروگاه راغون را از این حساب ادامه بدهد، هرچند بعداً گفتند که فروش باندهای دولتی برای کشور کم بضاعت چون تاجیکستان خطرناک است، زیرا ممکن است بهره‌های قرض را سر وقت پرداخت نتواند. دستفشاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دونالد ترامپ شاید یکی از حادثه‌های باشد که از سال 2017 تا به سالهای طولانی دیگر در یاد ماند. با نظرداشت دست ترامپ را به طرف خود کشیدن امام علی رحمان، مطبوعات خارجی و بخصوص روسی نوشتند که رئیس جمهوری تاجیکستان ترامپ را که در دستکشی ماهر بود مغلوب کرد. آنچه که ظاهراً امسال هم از یاد نمی رود، چون به جیب و همیان بسیاری ها ضربه زد، بحران بانک های تاجیکستان است. همکاران ما در پایان سال 2017 به سراغ بانکداران و متخصصان رفتند و پرسیدند که چرا احوال بانک ها چنین بد شد. در دوام یک سال یگان سوم ندادند. خالق نظر به شعار اگرو اینوست بانک، بانکی مسئولیت شناس است، باور کرده با درخواست و باورنامه دوستان مهاجرش که آرزوی خانه خریدن داشتند در این بانک پول آنها را پسنداز کرد. امروز بر باور خود حیران است. انیقترش همین که وعده هم نمیتیم، وقتی میگوییم که پول میشود یا نمیگویند نمیدونیم، شاید شود. حالا دیگر مردم به هر شعاره ترغیباتی بانک ها با شبهه می‌نگرند. فقط از ساعت 8 سحر خالی میشه که 18 سوم پر میکنه نمیتونیم گرفته، یا کار میره یا سوم میگیری. دولت تاجیکستان در آغاز سال روان با نشر وکسل ها و اختصاص 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک تلاش کرد این دو بانک را از ورطه کساد شوی نجات دهد. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک که سازمان های مالی خصوصی بودند، بعد گرفتن میلیاردها کمک از دولت میتوان گفت مالی دولت شدند.
در طول سال گذشته در برابر مشکل‌های بانکی بحث تنظیم نیز در تاجیکستان داغ شد. شروع از جریمه‌های بزرگ تا منع نالوافقان در مراسم عزاداری. گزارشی را که همکاران ما در دوشنبه تهیه کردند محض در باره سال تنظیم است. 10 سال پر شد از زمان قبول قانونی که با نام تنظیم در تاجیکستان معمول است. امسال هم 11 ایول با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان رحمان سنه قبول آن تجلیل شد. مقصد از قبول قانون یک به نظام درآوردن معرکه ها نبوده پیشگیری اسرافکاری در استفاده مواد غذایی است. مقامات میگویند در تاجیکستان در 10 سال اخیر سطح کمبیزاتی از 53 تا 30% کاهش یافت که جایگاه قانون تنظیم در این روند بزرگ است. تغییر رو علاوه ها به قانون به فایده مردم فعلا از روی حسابات های متخصصان 350 میلیون سامانی رو تشکیل خواهد نمود. دلیر شریپوف که اعتقاد و عنعنات مردم را می آموزد بر این است که قانون تنظیم زندگی به این هم مشکل مردم را باز هم مشکل کرد. ما در سالهای نزدیک شاهد چند معرکه های با نام های دیگر می شویم که در قانون پیش بینی نشده است. دلیر به ما شهادت داد که همان ختنسور و حاجی طلبانی که در قانون تنظیم شدند حالا چون پیش با نام های دیگر پرشکوه و متنتن تجلیل می شوند. واقعا سال 2017 ما از کمک شما بیننده ارجمند بود که ما ویدیو و خبرهای جالبی پیدا کردیم و به دیگر دوستان هم رساندیم. و خصوص کمک مهاجران زحمتکش و با حوصله تاجیک که وقت یافتند از کار خود و زندگیشان به ما نوشتند و ویدیو فرستادند. ضمناً بسیاری از ویدیوهای ما رو شما در یوتیوب تماشا میکنید، به دوستانتان توصیه میدید و ما از خدمت شما بود که کاربران رادیو آزادی در یوتیوب تقریباً به 200,000 نفر نزدیک شد. در سال 2017 یوتیوب یکی از جوانان تاجیک را آنچنان معروف کرد که خودش تصور نمی‌کرد. فرهمند کریموف یک ترانه سرود آن را در مدت کوتاه میلیون ها مرتبه در یوتیوب تماشا کردند. این هم همان ترانه است که 8 ماه پیش در شبکه یوتیوب نشر شد و 6 میلیون نفر طرفدار داشت. روی فرهمند را به صحنه باز کرد. راستی گپ من باوری هم نداشتم، در دورترین گوشه تخیلاتی من نبود که ترانه آهید دلزاری من چنین موفق می شود. فرهمند کریموف حالا دانشجوی کورس 4 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اوسیمی شهر خوجند است. در تئاتر تماشابین نورس به حیث هنرمندی تئاتر فعالیت دارد. این ترانه سال 2017 را برای او سال موفقیت ها کرد و راه او را در جاده صنعت باز نمود و به هوادارانش نیز تمنا میکند سال جدید برای هر یکشان سال کامیابی باشد. سال 2017 نه تنها برای فرهمند بلکه برای برخی دیگر از جوانان تاجیک نیز سال بابرار و خاطرمان بوده است. از جمله برای موزونه جاوید که بهترین آرایشگر و یا ویزاژیست سال در تاجیکستان اعلان شد. همکاری ما سرورناز روح الله مهارت موزونه را در صورت خودش تجربه کرد. او شغل خود را وسیله برجسته ساختن زیبایی مینامد. به فهم او هر زن لطافت خود را دارد و ویزاژیست ها برای به نمایش گذاشتن آن کمک می‌رسانند. زیبایی آنها را کشف می‌کنند، تمثال می‌آفرند. وقتی که آنها خودشان را زیبا می‌بینند، من 100 مرتبه زیادتر از آنها خرسندتر، خوشحالتر می‌گردم. حالا مشتریان او از طبقه های گوناگون هستند و معمولترینش ستاره های پاپ تاجیکستانند. شوق و هوس زیادی داشتم به این هنر. ممکن است گفتم که از اینترنت آموختم این هنر را. امسال موزونه بهترین ویزاژیست انتخاب شده. 3 جایزه به دست آورد و میگوید این نتیجه زحمت شبانه روزی اوست. مشتریان من از سراسر تاجیکستان هستند. برای همین بسیار وقت از صبح سحر به کار می آیم. وقتی زیادی من در جای کار می گذرد.
این سرکاری مسئولیت‌های دیگری خانه‌داری را از مافزونه نگرفته است، بلکه از نظر او بعضی وظایف تمامی عمر بر زن مربوطند. کار خانه به من یگان مشکلی ندارد. همه کارهای خانه‌ام را من خودم انجام می‌دهم، چون که این وظیفه هر یک زن است. مافزونه حالا 10 شاگرد دارد. طرفدار این است که شغل او در جامعه معمول‌تر شود. از نظر او هر یک زن نوبسته از جایگاه اجتماعیش حق برای نمایش زیبایی خود و بولیدن از آن را دارد. مافزونه بر اینها به آنها کمک می‌رسانند. بیننده عزیز، شما سرینوز خبرنگار رو دیدید. یکی از همکاران عزیز و مهربان ما را که سال 2017 گزارش‌های جالب آماده کرد و هم را دیدیم و شنیدیم. هر باره که همکاران ما در تلویزیون ظاهر میشوند، مردم زیادی از ما میپرسند که خبرنگاری برای زن مثل سریناز مشکل نیست. برای پاسخ به این سوال شما همکارمان شادمان یتیم را به خانه سریناز روح الله فرستادیم. تولد فرحناز در اویلای سرویناز از حادثه های فرحساز امسال بود. امسال آذر صاحب خواهر شد و اعضایان اویلای سرویناز به 4 نفر رسیدند. تولد دخترچه در خاندان ما یک خوشبختی دیگر بود، چون که البته هر فرزند برای خودش مثلا خوشی دیگر می‌بیارد و صاحب دخترچه شدیم فرحناز. سرویناز به قول در چند جبهه آزادی کار میکند: رادیو، ویدیو و وبسایت. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سرینازی رو ایران میکنم. سریناز را با شنوندگان میگذاریم و میرویم سراغ دیگری همکارمان که مادر است و دوادوش زیاد. حالا به سراغ همکاری دیگری ما زرانگیز نوروشو که همه شما او را هم میشناسید میرویم. زرانگیز خودش نقل میکند که سال 2017 برایش چگونه بود. بچه‌هایش کلانتر شدند و ترددش بیشتر. این آینده ساز است و ما هم دست خالی نآمدیم. من زرانگیزم اینجا همراه با شما. نه. مادر آینده ساز آخرین خبر و تحولات از حیات جوانان را گرد آورده به گوش شنوندگان میرساند. زرانگیز همکاری خود را با رادیوی آزادی 15 سال پیش در حال سر کرد که دانشجو بود. حالا هم مسئول برنامه جوانه آینده ساز است. تشویش های یک ساله زرانگیز به ثمر نبود. زرانگیز نوروزشاه با 1 سال گذشته می نگرد و رویدادی را مهمتر از صاحب خانه نو شدن نمی بیند. این است که با شوق بعد از ساعت‌های طولانی کار وقت یافته و با جسور و منصور درس تیار می کند. خدا را شکر که هست از سال 2017 چیزی که در خاطر ما دیگر از این بعد خواهد ماند و سال 2017 ما خانواده ما زندگی در خانه نو را شروع کردیم. البته این آسان نیست و ما برای این طور گفتم چندین سال آمادگی دیدیم و همین سال با کمک البته پدر و مادر نزدیکان توانستیم به مقصد برسیم. راهی رسیدن به این مقصد بر دوش خانواده زرانگیز باری گرانی را آورد. خانه های نچندان ارزان دوشنبه با پسنداز کردن معاش البته به دست نمی آید. قرض از بانک گرفته خرسنده زرانگیز را حالا 2.5 کرده است. هرچند کودکان این را درک نمی کنند و خرسنده آنها حد و کنار ندارد. البته خونه کلون میتونن که کلون نیست. زرانگیز الکی به من آرزوی سال آینده اش را گفت، ولی خواهش کرد آن مخفی مانده رسانه‌ای نشود. یگانه آرزویمون این است که در سال 2018 پوره از این قرض خلاص شویم و در خانه خودمون یک آی سبوک بکشیم و زندگی خوب داشته باشیم. ما هم امیدواریم که این صحبت در میان تماشابینان مخفی مانده آوازه نمی شود. برنامه امروز ما به پایان رسید و سال نو میلادی به هر یکی شما مبارک. خانه آباد باشید و سال نوتان همایون باشد.